سلام رفقای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو سپری کرده باشید. عرفان هستم و امروز اومدیم با هم دیگه علائم و دلایلی که نشون میده گیربکس ماشین ما خراب شده و راه چاره‌اش رو به زبان ساده و خودمونی با هم دیگه صحبت کنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید که بعد از آپلود هر ویدیویی زدید اولین نفری باشید که ویدیو رو تماشا میکنید. بریم که داشته باشیم. اگه تو حالت سرد بد جا میره از واسکازینه، اگه تو حالت گرم بد جا میره از دیسک و صفحه کلاج، اگه کلاج رو میگیری صدا میده از بولبرینگ کلاج، اگه کلاج رو میگیری و صدا قطع میشه از بولبرینگ شفت داخل گیربکس، اگه موقعی که دنده رو جا میزنی یا معکوس میدین صدای خرخر از داخل گیربکس میاد از برنزی یا کشویه، اگه موقعی که دنده رو جا میزنی دنده بیرون میپره از خود دنده یا کشوی مغزیه، اگه دسته دنده خلاصی زیادی داره از لیور دنده یا ماهک دنده است، اگه تو دنده رو به جلو یا عقب تقه داره از دنده دیشلی، پولوس یا دست موتور، اگه پدال کلاجت سفته از سیم کلاج یا دیسکو صف است و اگه تو دنده یک لرزش داره از فرایول یا دیسکو صفه ماشینت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به کارتون اومده باشه، مهمترین قسمتش همینه و لایک یادتون نره. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.